غذای ساندویچی خوشمزه رو با هم درست کنیم. خیارشورمون رو نگینی خوب میکنیم. برای اینکه چشمتون نسوزه یه شمع روشن کنین و بذارین جلوتون. این ساندویچ ما نیازی به پیازی که خیلی سرخ شده باشه نداره. یه کمی رنگش عوض بشه کافیه. مرغ تو روغن پیاز داغم سرخش میکنیم. میخوایم سس ساندویچمون رو درست کنیم. مواد شامل سس سفید و ماست به میزان یکسان هستش. خیارشور خوب شده، گردوی خرد شده، کمی شوید خرد شده، آب لیمو حدود 2 قاشق غذاخوری و کمی از آب خیارشورمون رو اضافه میکنیم. مرغمون رو با سیر له شده و فلفل دلمه‌ای کمی تفت میدیم. در آخر سس سویا و فلفل سیاه رو اضافه میکنیم و کار مرغمون تموم.